یکی از قسمت های جالب یک سریال ایرانی رو برای شما آوردیم امروز گوش کنید. واقعا من فیلم زیاد دیدم، سریال زیاد دیدم، ولی این صحنه خیلی برای من جالب بود. گوش کنین چی میگه بچه. آقا یه حرفی بزن ببینم کجایی هستی؟ ترکی، فارسی، عربی؟ سیدان. شما ایرانی هستی؟ پس تو فارسی بلدی؟ نه، نو، لا. خارجی هستی؟ یس. فارسی مرسی هم بلد نیستی؟ نو، نه، لا. واقعیتش اینه که بابا من پاسپورت ندارم. پاسپورت میخوای چیکار؟ مملکت غریب آدم باید پاسپورت داشته باشه. ببینم تو فکر کردی کجا اومدی؟ دبی اومدم. چه وسط دبییم دیگه. یعنی تو فکر میکنی اینجا دبیه؟ نه پس فکر کردین کیشه؟ خب کیشه؟ اینجا که ما توشیم کیشه؟ اینجا کیشه؟ خاک بر سرت. بله؟ خودم عرض کنم سلام. در این قسمت بچه نو از قشلاق آمده